أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى نسخه شفا را و مقصود اصلی این سوره را بیان فرمود. مقدمه ای که در دو رکوع الله سبحانه و تعالی عظمت و نقش قرآن را بیان کرد و کسانی که در نقش قرآن هدایت شده اند و میشوند صفات متقین را بیان کرد که در آنها قرآن اثر خود را گذاشته بود. حالات منکران را و حالات دورنگان را، منافقین را الله تعالی در این مقدمه و دو مثال برای منافقین یا کفار و منافقین الله تعالی ایراد کرد. حالا مقصود را به صورت یک خطاب عام می فرمایند: یا ایها الناس، ای مردم. این هم دلیل ختم نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. انبیاء علیهم السلام خطابشون به قوم بوده، یا قومی گفتند، و خطابی که خدا به جهانیان به واسطه پیغمبر بخش میکند با یا ایها الناس. تا زمان نوح علیه السلام یا بنی آدم خطاب شده اند و بعد یا قوم خطاب شده اند و بعد خطاب عامه یا ایها الناس. این در آخر زمان، در زمان خاتم النبیین، خطاب یا ایها الناس به همه انسان ها الله تعالی خطاب می فرمایند. به عربش، عجمش، سیاهش، سفیدش، زن، مرد، همه در ناس داخلند. ای مردم، اعبدوا ربکم، عبادت کنید ربتان را. مخاطبین اول یا ایها الناس وقت قرآن نازل شد مردم عرب، یهود و نصارا بودند. و با دلائل ما هم در مسئله اله این مسئله را بیان کردیم که هم یهود الله را عبادت می کردن، هم نصارا، هم مردم عرب. اینها در عبادت خدا کوتاهی هم نداشتند، هر نوع عبادت می کردن، هم عبادت زبانی، هم عبادت مالی، هم عبادت جانی. حج یک عبادت بدنی مالی، اینا این عمل را انجام می دادن. تمام مناسک حجی اینها عبادت جانی و عبادت مالی اینا انجام می دادن. سقایت حاج و امارت مسجد حرام به عنوان عبادت انجام می دادن. نماز بود، روزه بود، نکاح و عقد و حرام و حلال و ذبح و همه اون شعائر اسلامی، اکثر شعائر اسلامی را در بعد عمل انجام می دادن. فقط شرک این بلا آمده بود در میان آنها. یهود و نصارا کا تدارای کتاب الله تعالی آنها را با یا اهل الکتاب یا بنی اسرائیل خطاب می کند و الله تعالی آنها را احبار، رهبان، احبار علمای بزرگ، یهود را احبار می گفتند، مفتیان اعظام یهود را احبار می گفتند، پیرها را و دراویش را رهبان می گفتند. در عربی پیرها پیر داشتند، خانقاه داشتند، مدرسه و حوزه داشتند. الله تعالی همه را دعوت به عبادت می دهد. حالا که در میان آنها عبادت بود،
لیکن اون عبادتی که منحصر به خدا باشد نبود. به این خاطر اعبدوا ربکم را تفسیر جلالین سیوطی معنی کرده وحیدوا ربکم. حالان که از نظر باب اعبدوا بابش دیگریه، هم از نظر معنی عبادت در لغت تذلل و عاجزی، وحیدوا ربکم معنیش چیه؟ یعنی مفسر با وحیدوا ربکم مقصود اعبدوا را بیان میکنه، نه معنای لفظی و ترجمه لفظی اعبدوا را. چون در میان این ملل عبادت بود لیکن توحید در عبادت نبود، عبادت منحصر به خدا نبود، همون عبادتی را که برای خدا انجام میدادند برای دیگران هم انجام میدادند، هم الله را سجده میکردند، هم دیگر آستانها را هم سجده میکردند، هم الله را میخواندند، هم دیگران را هم میخواندند. لہذا مفسر مقصود را بیان میکند و این تفسیر مقصودیه. آنچه خدا میخواهد عبادت توحیدیه. پس اینجا در حصر هست فقط رب را عبادت کنید. اگر لفظ فقط نیاید تحصیل حاصله، چون عبادت بود با مردم لیکن عبادت منحصر به رب نبود. به این خاطر سیوطی معنای مقصودی را با وحیدوا ربکم تفسیر کرده و معنا کرده. عبادت چیه؟ سروران گرامی من بارها عرض کردم که عبادت در لغت به معنی تذلل و عاجزی هست و در اصطلاح تعریفی ابن تیمیه در مدارج السالکین برای عبادت کرده که عبارت است از اون اعتقاد و شعوری که معبود یک قدرتی غیبیه در علم و در تصرف دارد فوق الاسباب، با اون قدرت غیبیه بر نفع و ضرر قادر است. هر دعا و هر تعریف و هر تعظیمی که با این اعتقاد انجام بگیرد که اون معبود یک قدرت غیبی دارد و با اون قدرت غیبی امید قادر نفع و ضرر وارد کنه، هر دعایی و هر تعریفی و هر تعظیمی که با این اعتقاد انجام بگیره این عبادت. خب این تعریف یک مقدار تعریف علمی هست، لیکن ساده من برای شما عرض کردم که عبادت یعنی گوش به فرمان خدا شدن، معنای اما اوامر خدا را انجام دادن و از منهیات اجتناب کردن، این هست عبادت. حالا نماز، روزه، حج، زکات تمام اینها عبادت می شوند چون فرمان خدا هستند و در اعبدوا ربکم حصر است که فقط ربتان را عبادت کنید. این حتی دعوا با دلیل شد. چرا عبادت کنید؟ او رب شما است، او مالک و اختیاردار شما است، او شما را تدریجاً به کمال میرساند، پرورش میدهد. حالا بعد از هر دعوا الله تعالی دلیل ذکر می‌فرماید. همین دعوای سوره که عبادت هست در سه جا در این سوره بزرگ تکرار شده. موضع اول همین اعبدوا ربکم، بعد از این دلایل عقلی ارائه داده. مرتبه دوم الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. پشت سر دلیل عقلی داد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار. این دلایل عقلی را ذکر کرد، زجر و تنبیه ذکر کرد. و مرتبه سوم آیه کرسی است که در جزء سوم در سه جز سه مرتبه دعوای این سوره را تکرار کرد. الله لا اله الا هو
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض. این آیه کرسی مرتبه سوم دعوی این سورت تکرار شد. چرا؟ دو نوع شرک اعتقادی و شرک عملی مشرکین انجام میدادند. در اعتقاد برای دیگران عظمت قائل و صفات قائل بودند و عملا برای آنها نذر و خیرات و صدقات و نذورات تقدیم میکردند، سجده و رکوع میکردند آنها را. به این خاطر الله سبحانه و تعالی مرتبه دوم الهکم اله واحد را بیان کرد. و شرک سومی که تحت این اعتقاد و عمل انجام میدادند برای چی؟ برای این که نامارش برای ما شفاعت بود. شرک اعتقادی و شرک عملی یا فعلی انجام میدادند. به خاطر چه این شرک ها را انجام میدادند، این عبادت ها را برای غیر خدا انجام میدادند؟ به خاطر اینکه اینها برای ما شفاعت میکنند. لحظه در آخر هم فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. تفسیر رو وقت میکنم. بعد هم در آیه کرسی فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یعنی شرک اعتقادی و شرک عملی برای شفاعت، یعنی عبادت غیر الله را می کردن به این خاطر که برای ما شفاعت کنند. الله تعالی رد کرد. اینجا بیان کرد تردید شرک اعتقادی شد. در اعتقاد عبادت را حق خدا بدانید. چرا؟ او رب شما هست، او اختیاردار شما هست. این رب و اختیاردار و مالک برای ما چه کرده است که ما عبادت را به او اختصاص بدیم؟ و در این جمله حصر است به دلیل فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این دلیل حصر دعوا منحصره، به خاطر اینکه در نتیجه فرمود فلا تجعلوا لله اندادا، یعنی برای خدا شما شریک قرار ندید در عبادت. هر آنچه عبادت هست سروران گرامی، همه دنیا میگوید که عبادت حق خدا. باید پرسید که عبادت چیه؟ همه میگن خدا پرست، همه میگن خدا را پرستش باید کرد، که در فارسی عبادت را به معنی پرستش میکنه. این عبادت لفظ عربی هست و انسانها در طول تاریخ هم همین اعتقاد را داشتند که عبادت، پرستش، تضرع و عاجزی این حق خدا هست. ما باید برای خدا را عبادت کنیم. بله هیچ زمانی هیچ مبلغی واعظی توضیح نداده است که عبادت چیه. مهم اینه، مثلا همه میگن عبادت حق خدا ہے، حتی اونهایی که غیر خدا را هم عبادت میکنن هم همین آیه توحید را میخوانند که و بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه انبیا را ما اعزام کردیم، درس انبیا همین بوده که اعبدوا ان اعبدوا الله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مردم الله را عبادت کنید و از عبادت طاغوت اجتناب کنید. هم انبیاء علیهم السلام در قسمت اثبات حرف زدند که خدا را عبادت کنید و هم در قسمت منفی واجتنبوا الطاغوت. کلمه ای که به ما تعلیم داده شده هم همینه که لا اله الا الله، الهی معبودی. این معنای لا اله این نیست
که نیست خدایی مگر خدا. این معنی که عموما بعضیا میگن خدا مشرکین خدایان خود را. هیچ مشرکی غیر از الله دیگر خالقی، دیگر مالکی، دیگر رازقی اعتقاد نداشته. من در مسئله اله تفصیلا بحث کردیم. اگر کسی اونجا شریک می بود دیگه الان لازم نبود که من این چیزها را تکرار کنم، بله بسیار چهره ها تازه دیده میشن، مجبورن. تفصیلا با دلائل ما بحث کردیم که مشرکین غیر از الله برای خود رازقی معتقد نبودن، با دلائل ثابت کردیم میخوانیم. مالکی غیر از الله اعتقاد نداشتن، خالقی غیر از الله اعتقاد نداشتن. بین خاطر در تمام قرآن مجید شما بگردید و در سیرت همه انبیا این آمده است که لا اله الا الله. این معنی کرده اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اکثر اول اثبات کردن بعد نفی کردن، لیکن آخرین پیغمبر خدا اول نفی کرده بعد اثبات کرده. گفته لا اله، الهی معبودی وجود ندارد الا الله، غیر از الله. الله معبوده، دیگه معبودی در دنیا وجود ندارد، نه در عرش و نه در فرش و نه در آسمان ها نه در زمین. همه انبیا هم آمدند و گفت اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. سیرت انبیا الله تعالی وقت بیان کرده، دعوت اول همه انبیا و در سوره نحل و بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوت همه انبیا در تمام آثار همین بوده است که عبادت کنید خدا را، که اجتناب بکنید از طاغوت. غیر از خدا معبودی نیست. پس مسئله مختلفی در تمام ادیان و در قرون گذشته و در حال حاضر همینه. همه الان مردم میگن عبادت حق خدا است، خالق الله است، مالک الله است، رازق الله است، لیکن عبادت را به خدا اختصاص نمیدن. همین عبادت چیه سروران میدن؟ این باید انسان تحقیق کرد که عبادت حق خدا است. باید اونها را که برای غیر خدا عبادت میکنن نمیدانن برای غیر خدا ما عبادت میکنیم. در عالم غیب ما فوق الاسباب، این چیز را همیشه تو ذهن شما باشد، اینها التباس میکنن. در عالم غیب ما فوق الاسباب، حاضر ناظر هر جا هر وقت الله، یه دیگه کسی هم هست. خب این الله دستور داده که من بخوان. انبیا هم الله را خوانده، لذا عبادت مغزش خواندنه، نه خیرات. اینها هم الله تعالی گفته برای من نذر، قربانی بی. و اگر کسی نذر کند ببره سر قبری، ببره سر یک زیارتی، او نمیگه که من این صاحب قبر را یا صاحب زیارت را عبادت میکنیم، لیکن با عمل ثابت میکنه تو را عبادت میکنه. امروز مردم عبادت غیر خدا را میکنن، لیکن اعتقاد ندارن که ما غیر خدا را عبادت میکنیم. چرا؟ نمیدانن که این عبادت و این حق خداه، نظر حق خداه. یک ایامی هستن که الله تعالی مخصوص کرده برای عبادت خودش که با مال من عبادت کنید، مثلا ایام قربانی یا در حج در منا، چقدر دام برای خدا فدا میشن و با نام خدا کشته میشن. همین الان اگر کسی عمدن نام خدا را بردامی نگیرد و سرش را ببرد، حالا فراموش کرد چیزی دیگره، عمدن نام خدا را بردام نمیگیره سرش میبره، غیر حلال. عمدن خسته حالا فراموش کرد چیزی دیگره، چون در دل هر مسلمان نام خدا. همین دامه الله تعالی گفته وقتی بمیره حرامه، میتره 150,000 تومان هم قیمت یک گوسفنده. وقتی میمیره
و به اصطلاح ذبح نمیشه، با نام خدا سرش بریده نمیشه، او حرامش ولی فرقش میکنه. پس عبادت کنی جانی، مالی، زبانی، فقط رب بتان را. چرا؟ او شما را خلق کرده و کسانی را که قبل از شما بوده اند، یعنی آبا و اجداد شما را. چرا عبادت کنیم؟ لعلکم تتقون. این فایده توحید و عبادت. فقط ربتان را عبادت کنیم تا که شما متقی بشوید. به عبادتی عقابه، به سبب عبادت رب از عذاب خدا شما نجات کنید، شما متقی بشید، یعنی حفاظت بشید از عذاب خدا. تتقون به عبادتی عقوباتی، از عذابهای الهی شما نجات کنید. این صفت، این دلیل اول. با دلیل دوم، الذي جعل لكم الارض فراشا. چرا عبادت کنید؟ جانی، مالی، زبانی. اون ذات رب شما ذاتی هست که قرار داده برای شما زمین را یک فرش و آسمان را یک ساختمانی بنای کرده. و انزل من السماء ماء، و نازل می فرماید از آسمان، هرچی که بالای سر اون آسمان میگن، آب را تصویرون می کند به جریان آبها انواع و اقسام ثمرات را، به خاطر که رزق لکم، رزق شما باشد. خب این 5 دلیل الله سبحانه و تعالی دادن. شما را خلق کرده، کسانی را قبل از شما بودن، آبا و اجداد شما را خلق کرده، زمین برای شما فرشی کرده، آسمان برای شما سقفی کرده و از آسمان آب نازل می کند و بیرون می کند به ذریعه این آبها انواع و اقسام ثمرات را. اینها همه رزق برای شما. الانسان عبد الاحسان. الله تعالی میگه شما فقط رب را عبادت کنید. چرا؟ که این احسانات و انعامات را با شما دارد. زمین به منزله زن است و آسمان را این تشبیه به مرد دارد و آبی که نازل می شود اون به منزله نطفت. الله سبحانه و تعالی این همه احسانات را او با شما کرده. پس این فافتیهیت، فلا تجعلوا لله اندادا اذا کان الامر كذلك. وقتی معامله چیه؟ اینه که خالق شما، خالق آبا و اجداد شما، زمین را فرش کننده، آسمان را سقف کننده و از آسمان آب نازل کننده الله است و تمام انواع و اقسام نعمتها را برای شما وجود آورده. وقتی معامله چنین است، اذا کان الامر كذلك، تو پس شما شریک برای اون خدا قرار ندهید. چرا؟ نه در فرش زمین الله شریکی داشته، نه در سقف آسمان که برای شما کرده شریکی داشته، و نه در انزال آبها خدا شریکی داره، و نه در اخراج این همه انواع و اقسام ثمرات و گیاها و میوه‌ها و امکانات الله تعالی شریکی نداشته. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. چه چیز را شما میدانید؟ قرآن عظیم و شان میگه پس این دلیل حصره که فقط الله را عبادت کنید، یعنی با عبادت خدا کسی را شریک الله را بخوانید و کسی را شریک نکنید. نذر و خیرات و نذورات همه برای خدا بدید، تعظیم خدا مطلب باشد، رضای خدا مقصود باشد. اون تشریع عبادت را قرآن عظیم و شان بیان میکنه. همین زکات چیه؟ یک عبادت مالیه. زحمت بکش تنها بده به نام خدا. 10 کیلو زعفران به دست آوردی از زمین خوده، اگر با آب چاه میخورن نیم کیلو باید زکات مفت مجر. برو بچین با دست خودت، جمعوری کن، زحمت بکش تنها. و فرمان خدا هست که شما نیم کیلو را این حق زکاتش، خوشش. اگر از غنات آب میخورد یا از رودخانه آب میخورد تو 1 دهم
و اگر بیشتر زحمت میکشی که به ذریعه پمپ آب میدی تو نصف عشر. این چیه؟ این همون عبادت مالی هست که الله تعالی به نام زکات به گردن ما فرضش کرد. نماز، همه اعمال نماز اینها حق اختصاصی خدا هست. قبر سجده کردی، قبر طواف کردی، پیش کسی دیگر غیر از خدا به حالت رکوع ایستادی، سینه خیز رفتی، اینها عبادت اون غیر الله هستند. لہذا اگر چه اون نگه که من غیر خدا را عبادت کنم، همه اعتقاد اینه که غیر خدا هر جا هر وقت منم میبینه، فریاد منم میشنوه، به داد من رسیدگی میکنه. این اعتقاد های شرکی هستن که او برای غیر خدا این اعتقاد را میکنه. پس قرار ندید برای اون الله شریک در عبادت. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. مخاطب یا ایها الناس مشرکین مکه، یهود و نصارا. قرآن میگه شما برای اون خدا شریک در عبادت قرار ندید، در حالی که شما میدانید. چی چیز را میدانید؟ همه مشرکین اعتراف میکردن که لا شریک له فی هذه الخمسه، در پیدا کردن ما، پیدا کردن آبا و اجداد ما، در پهن کردن زمین، در سک کردن آسمان، در انزال آب و در اخراج ثمرات، همه مشرکین اعتراف داشتن که الله شریکی نداشت. خود شما اعتراف میکنید که من در این اشیاء شریکی نداشتم، پس چرا موقع سجده شما آستانه ها را سجده میکنید؟ چرا میخوانید غیر خدا را؟ چرا نظر میدید برای غیر خدا؟ وقتی در این اشیاء من شریکی نداشتم، چرا موقع عبادت برای من شریک درست میکنید؟ من شما را گفتم من سجده کنید، این حق منه، شما میرید دیگران را سجده میکنید. خود شما هم اعتراف میکنید که در این اشیاء این همانها دلایل عقلیه هست. خب حالا این کنتم جواب یک شبهه اینه، درسته الله تعالی در این اشیاء شریکی نداشته، ما قبول داریم، لیکن کتاب را که شما به خدا نسبت میدهید ای محمد، این کتاب رب العالمین نیست. شما الکی به خدا این چیزها را نسبت میدید. این کتابی که شما نسبت میدید که کتاب رب العالمین هست، کتاب منزل آب هست، این نسبت شما ناروا هست. ما قبول نداریم که شما رسول خدا هست. الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم الشان را، این شبهه اینه که کتاب محمد است و محمد ادعای رسولی می کند، او رسول نیست. شبهه بر اینه کتاب رب العالمین و پیغمبر را رسول رب العالمین قبول نداریم. این شبهه نسبت به رسالت است. جواب شبهه‌ای که نسبت به رسالت است، از اینجا قرآن عظیم الشان می‌دهد که محمد صلی الله علیه و سلم رسول خدا. دلیل کتابی که بر او نازل شده، اون کتاب مثل و مانند ندارد. شبهه راجع به رسالت پیغمبر جواب داده میشه از این کنتم فی ریب، که شما رسول خدا نیست. الله سبحانه و تعالی فرمود و این کنتم، ای مردم، ای یهودی ها و ای اهل مکه و ای نصارا که مخاطب اول قرآن هستند، اگر شما قرار دارید در یک شکی از آن کتابی که ما نازل میکنیم بر بنده خود ما، شما در این شکید که این کتاب از جانب ما نیست، تو شما هم عربی، شما هم دم از فصاحت و بلاغت و سخندانی و سخنرانی میزنید، فاتو بسورت من مثلی، شما بیارید یک سوره
این تنوین به صورت برای تحقیره. یک سوره کوچیکی از هم مثل این پیغمبر، مثل مما نزلنا. حالا ببینیم من مثلی ضمیرش دو مرجع بیان کردن. مثل ما نزلنا، شما یک سوره بیایید، یا از هم مثل پیغمبر شما یک سوره بیایید که کتاب نخوانده باشه، استاد ندیده باشد، دانشگاه و دانشکده ندیده باشد، از یک انسان امی، از یک انسانی که سواد نداره و از یک انسانی که در زندگی یک روزی هم جلوی استادی نرفته، درس نگرفته، شما مثل این قرآن بیارید. پس این قرآن خود شاهده که محمد صلی الله علیه وسلم رسول برحق رب العالمین. پیغمبرها معجزات زیادی در طول تاریخ خدا بهشون داده، به پیغمبر خود ما هم الله تعالی معجزات زیادی داده، لیکن معجزه‌ای که تا قیامت به دست ما هست و دلیل رسالت پیغمبر هست قرآن عظیم الشان. قرآن دارد تحدی میکند شکاکین را نسبت به خودش و نسبت به پیغمبر که اگر شما شک دارید که این کتاب از جانب رب العالمین نیست، تو شما هم یک سوره بیارید مثل این کتاب، مثل ما نزلنا، یا از مثل این پیغمبر، و برای کمک خودتان ودعوا شهداءکم، بخوانید شهدای خود را، آنهایی را که شما حاضر و ناظر میدانید غیر از خدا. این کنتم صادقین، اگر شما واقعا راست میگید که این کتاب کلام بشر است، شما میگید این پیغمبر افترا میکنند، شما هم بسازید و مطرح کنید، بیارید یک سوره مثل این کتاب یا از هم مثل این پیغمبر و برای کمک بخوانید شهدا، یعنی معبودان خود را که شما آنها را حاضر و ناظر میدانید غیر از خدا. اینجا تمسخرا قرآن عظیم الشان بود. کسانی را که شما هر جا حاضر ناظر فریادرس دادرس میدانید، آنها را هم بخوانید تا شما را کمک کنند. اگر شما واقعا راست میگید که کلام بشر است، کلام خالق نیست، شما و تمام اونهایی را که شما هر جا حاضر و ناظر میدانید غیر از خدا، آنها را هم برای کمک خود بخوانید. اینجا الله تعالی فرمود ودعوا شهداءکم من دون الله، اونهایی که حاضر و ناظر خود مشرکین معلوم میشه که الله را هم حاضر و ناظر میدانست. گفتون شهدا و حاضرین و ناظرینی را که شما فریاد رس و دادرس میدانید غیر از خدا، آنها هم برای کمک خود بخوانید. و در سوره اسراء فرمود که نه، بلکه تمام انسان ها و جن ها تجمع کنند و بخواهن هم مثل قرآن را بیارن، لا یأتون بمثله قل ان اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این 1400 و اند سال هست سروران گرامی قرآن دشمنان خود را به مبارزه میخواند، قرآن دشمنان خود را به مبارزه میطلبد که من کتاب کسانی ندارم، من در دنیا تکتازم، هیچ ثانی من ندارم، نظیری من ندارم، مثل و مانندی من ندارم. دلیل این است که منزل من نظیر ندارد، ثانی ندارد، مثل و مانند ندارد، لحاظا کتاب الله هم مثل و مانند ندارد. و در یک بود که این کتاب حفظاً رسیده به سینه رسول الله، الله تعالی این کتاب را حفظاً دارد انتقال می. هیچ کتابی از کتابهای دنیا که امروز هزاران میلیون ها میلیون کتاب در دنیا تالیف و تصنیف شده و دارد می شود، هیچ کتابی اینقدر مشتری و حافظ که قرآن دارد هیچ کتابی نیست.
بلکه ما ادعا میکنیم که هیچ کتابی نه آسمانی و نه غیر آسمانی حافظ ندارد، حفظ کننده از اول تا آخر ندارد. فقط قرآن کتاب یگانه کائنات هست که هزاران و میلیونها حافظ بسیار قوی دارد، حافظانی دارد که از اول تا آخر اینو بر سر زبان میتونن برن. نه تنها عرب بلکه عرب و عجم، عجم ها با تمام زبانها قرآن را به زبان خودش حفظ میکنن. بلوچ هم به عربی میخوانه و فارس هم به عربی میخوانه، هندی و سندی به عربی میخوانه، ترک و تاجیک به عربی میخوانه. عرب که خب زبانش هست که عربی میخوانه. زبانی که هم در دنیا، زبان قرآن هم در دنیا کم نیست. زبان عربی چقدر کشورن که زبانشون عربی هست و همه دشمنان قرآن هم اعتراف دارن که در قرآن هیچ کمی و کاستی نه آمده. همونی که 1400 سال قبل این نازل شده و بر پوسته‌های آهو نوشته شده و بر جراید نوشته شده و امروز به عنوان یادگار در موضوعها هستند. قرآن همون قرآن هست، در او هیچ تغییری نمید. بی خاطر قرآن عظیم و شان می فرماید فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر اینها تا الان شما نکردید، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر شما هم مثل قرآن نآوردید، تو جزا هست فآمنوا، پس ایمان بیارید. که لن تفعلوا، این لن برای تاکیده، هرگز تا قیامت از دست شما هم مثل قرآن را آوردن امکان ندارد. لذا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتشی که اون آتشی که هیزم آن آتش انسان هستند و سنگ هستند. امر توبیخی، بترسید آتشی را که اون آتش هیزمهاش انسانند و سنگند. مراد از سنگ چی؟ بعضیا گفتن مطلق سنگ. الله سبحانه و تعالی آتش روشن میکنه، جهنم را با سنگ روشن میکنه و انسان. بعضیا گفتن مراد از سنگ ها این همه مجسمه ها و تصاویری که جز خدا مورد تعظیم و عبادت قرار گرفتن، همین همه سنگ های طول تاریخ را الله تعالی جمع میکند برای سوختن مشرکین با آنها همراه توی آتش جهنم می‌سوزند. مجسمه بودا که 50 خورده متر بود این هم میبره و هزاران دیگه مجسمه در کائنات انسان ها ساختند و پناه کردند. این هر روز قیامت الله تعالی میارد و در آتش جهنم با آنهایی که اینها را پرستش کردن یک جا آتش میزنه. این سنگهایی که جز خدا بر تصویر بندگان تراشیده شدند و مورد عبادت قرار گرفتند. چقدر شما وقت در این موضوعهای دنیا برید، در این دنیا چقدر مجسمه سازی بوده، همه را الله تعالی جمع میکند و آتش را با اینها روشن. و بعضی هم میگن نه، حجاره مراد حجاره کبریتی هست، سنگی که آتش میگیره. شما میدانید بسیار سنگ هستند آتش میگیرند. خب این آتش جهنم بترسید که با سنگ و انسان روشن میشود، مستحقیه اعدت للکافرین، این آتش آماده شده است برای کفار. خب برای کفار جهنم آماده شده، برای اینکه این دعوا را و این مقصود الهی را اعبدوا ربکم را میپذیره چیه؟ برای آنها که نمیپذیرند، شک دارند در کتاب، شک دارند در رسالت، آتش جهنم آماده است برای آنهایی که این دعوا را بپذیرند. خب تنها همین نعمتهای دنیا را میخورند و میگردند. الله تعالی میگه نه، بهشتی پر از نعمت و انتظار و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی که قوت ایمانی خود را درست کردند و قوت عملی را بشارت بده که ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آنها باغهایی هست جاری، وصف اولی اون باغها از زیر آنها، از زیر اشجار آنها. الحمد میگفت از زیر اشجار و قصور، دیگه حالا ساده بابا این ببین انهار همین دور بر شما جای. حالا این دوتا نهر یکی گرمه یکی سرده، لحاظا اینجا شیر داره پر از زنگه، اونجا توی ساختمان شما نهر شیر، نهر آب،
نهر اصل مصفا، نهر شراب طهورا اتوماتیک و به اشاره در اختیار شما. لوله هاشون پوسیده و زنگی نیستن، پلاستیکی نیستن، لحظه انهار از زیر تخته های شما، از زیر ساختمان های شما لحظه این نهرها هستن. در قدیم بزرگان گفتن که نهرهای جنت کناره نداره، بدون کناره حرکت میکنن. ببین نهرهای دنیا کناره داره نی؟ گودی هست، این طرف هم تپه، این طرف هم تپه، آب از وسط این دو تپه راه میره. درسته یا نه؟ نهر همینه. لیکن نهرهای جنت کناره ندارن، یعنی اتوماتیک لوله کشی. خدا بداند که با چه شیشه لوله کشی شد، با چه موادی. نهر شیر، نهر عسل، نهر شراب طهورا، ماء غیر آسن. اون که شما میوه بخواهید بخورید، میوه های جنت سفت نیست، همهشون آبی میوه. به دهن گذاشتی آب میشه، لازمه که تو نیش بزنی. به هر کیفیت اگر خواستی نیش بزنی هم میتونی. اگر خواستی که بدون نیش زدن برم فرود، راحت فرو میره. لازم است برای پوست کردن آنها اشغالدانی تو درست. به هر حال تجری من تحت الانهار. کل ما رزقوا وصف دوم، این میوه ها 4 فصلیه. هر زمانی که رزق داده میشوند این اهل جنت از این باغها میوهی به عنوان رزق، به عنوان یک پذیرایی میآید، فوراً میگوید هذا الذی رزقنا من قبل. این همون انگوری که قبلا به داده شد، اون چیزیه که داده شده بودیم برای خوردن من قبل. من قبل و مضافلش چی؟ بعضی هم گفتم بدون این انگور شکلش، انگور شکل دنیا، انار، خربزه. چرا میگن رزقنا من قبل؟ چون که داده شده است این رزق را هم شک در رنگ نه در طعم. رنگشون یکیه، طعم و لذتشون متفاوت. طعم و طعم انگور آنجا هست که اکنون میخوره فکر میکنه این چیزی دیگه. شکل همونه، شکل همونه که نفرت نیاد، بلکه لذتش چیه؟ لذتش چیزی. هر لحظه انگور بخورید لذت جداگانه ای. ها چون داده شده متشابه. لیکن حضرت مولانا غلام الله خان صاحب یادش بخیر، اللہ تعالی هزاران رحمت نازل کنه، ما قدرت گفت فقرا مساکین دنیا کجا میره که جنت میره، اینا که میوه ای ندیده. لحظه مراد اینه که در جنت من قبل و فی الجنت، اینا تو جنت وقت پذیرایی میشه لحظه قبل با انگور 2 مرتبه انگور میاد. یه دوستان ما همینه که الان انگور بردیم، میگم بابا چیزی دیگره، چیزه دیگره، اینو چیز نیست که شما فکر میکنید. وقتی به دهن میگذارم فکر کنم واقعا چیزی دیگره. 2 مرتبه میاد انگور، میگه خوردیم الان، نه میگه بابا این چیزی دیگره. هر لحظه شکل همونه و اتوبه متشابه ها. چرا شکل همونه؟ که انسان تا چیزی را ندیده. مثلا یک میوه در دنیا هزاران میوه هستن من ندیدم، لحظه اگر من یک جای ببینم که من فکر کنم این چیز خوردنی نیست. یعنی کسی که در دنیا هندوانه نخورده و ندیده، این هندوانه را دیگه خوردنی بابا این زهرماریه، او فقط چی دیده؟ او هندوانه ابو جهل دیده. میگه بابا این زمینش خوبه اینقدر بزرگ شده، این در حقیقت همون حلقه که ابو جهله. ها انا ما نه بابا این شیرینه، میگه نه یه مخایم دهن من خیلی تل. تو الله تعالی میوه ها را به رنگ میوه هایی میکند که اونها میشناسد. انسان وقتی چیزی را میشناسد لذت میبرد. هر چیز با معرفت لذتی داره. بی خاطر شکل میوه های شناخت شده که در دنیا با نام خوردن آنها آشنا هستند، لحظا طعم و لذت چیزی دیگه. چیز را نه در دنیا خوردن و نه قبلا در جنت. هر لحظه طعمش عوضه، لذتش عوضه، شکل همون. سبحان الله، این میوه های گوناگون هستن. چه فایده بابا اگر یک جنت این انواع و اقسام میوه باشد، خوردنی باشد، نوشیدنی باشد، لیکن برای لحظات خلوت انیسی نباشد، چه فایده؟
بخورید کباب، بخورید انواع اقسام میوه. و لحاظا کسی نباشد که شما بگید کلمینی یا فلان، کلمینی نباشد. چه لذتیه. الله تعالی میگه ناراحت نباشید. لهم فیها ازواج، برای آنها، برای این اهل جنت، برای آنهایی که آمنوا و عملوا الصالحات دعوای اعبدوا ربکم را پذیرفتن، ازواج هست، زوج نه. هر که از تعدد زوجات فرار میکند اونجا هم فرار میکنید، فرار میکنید. بعضی های کافرهای دنیا میگن چیه اسلام، چیه اسلام؟ یک مرد اجازه داده 4 تا زن بگیره، زن بیچاره رو گفته مرده مانده، برای همین مرد انتظار میکنه. اونهایی که اعتراض بر قانون خدا دارند اینجا در جنت راه ندارند و در جنت هم ازواج هست. لهم فیها ازواج. لیکن شما نشکنید کمال نعمت قرآن قدوس. یک زنی ظاهرش خیلی زیباه، هر قسمتش نگاه کنید در زیبایی کمبودی ندارد، لیکن به محض که شوهر ببینه چنان عبوس و کمتری رو ترش میکنه که 14 مرتبه کنه. از این زن چه فایده؟ تا شوهر عزیز با عصبانیت، با حرفهای زشت، با کمر خم، عبوس کمتری، لحظه از این خانم خوشگل و خوشتیپ چه فایده؟ خدا این نزدیک استنده. همه چیزش خوبه لیکن اخلاق ندارد، برخورد حسن ندارد، همیشه با زشتی برخورد میکند. لحظه از این خانم ظاهر سفید و خوشتیپ و خوشقیافه انسان زندگی راحتی دارد یا تمام شب خونش دل میخوره، تمام روز از لذت نمیبره که دور بر سرا بره که شروع میکنه وک وک را، وک وک را. تو لحاظ الله سبحانه و تعالی میفرماد اونها مطهرتون، اکید اخلاقشون بسیار پاکی. خب خانم ذات اخلاق خیلی خوبی باشد لیکن از پیری کمرش خمه، 2 تا چشمش آب میده، نعوذ بالله از دهنش بوی پیاز میآید، بوی سیر میآید، بوی نسوار و سیگار میآید. آیا این هم اخلاق خیلی خوبی داره؟ تا که میبینه کت در میاره، دستمال به گردن میماله، کفش ها راست میکنه. خسته نباشید، خدا انشالله راحتتون بکنه با دعای خیر، با غذای پخته و لذیذ. بهترین سیستم غذا پذیر دارد لیکن همیشه بیتر چشمش آب میده، از دهنش بوی پیاز و سیر میآید. لحظه این دیگه چی کیفیتی؟ اخلاقش خوبه لیکن دیگه طبعش نازیبا هستن، همه انسان لذت نمیبره. بله از اون بد اخلاق بهتره. انسان گرسنه گاگاهی استفاده میشه. به هر حال الله تعالی فرمود نه، لهم فیها ازواج مطهرتون. چه نقطه زیبا، خوب صورت و خوب سیرت. صورت را استاد جلوتر نوشته چون شما عاشق صورتی، اصل عاشق سیرت باشه. خوب صورت و خوب سیرت هست. اونجا همه روح المانی نوشته من کل ما یشینهن، اینها پاک شدند از هر آن اخلاق و چیزهایی که آنها را معیوب، چشمش خوب نباشد، بینیش خوب نباشد، گوشش خوب نباشد، پیشانیش خوب نباشد، قیافش خوب نباشد، انسان را خوش نمی آید. الله تعالی میگه نه، اینها ازواج مطهرتون، از هر آن چیزی که اینها را معیوب میکنه اینها پاکیزند. سیرت و صورتشون مطهره. هیچ گاهی اینهای دنیا بیچاره به انواع و اقسام مرض مبتلا میشن، مردک فراری، آنها نه، پاکیزه پاکیزه. خب این همه ناز و نعمت ها 4 صبح بیاید اعلان کنن بعد از چند هزار سال شما را از اینجا اخراج میکنن، نعوذ بالله، برای جهنم. انسان لذت میبره. هر روزی که میگذره میگه بابا کجا من دارم میرم،
بعد دیگه جهنمه. این هور از من میمانه، این غلمان ها از من میمانه، این آپارتمان های لم یتغیر از من میمانه. الله تعالی برای شادمانی اعلان میکند هم فیها خالدون. همه اینجا میمانه. جواب شبهه دوم، شبهه این که اگر کتاب از آن الله هست، ما شک داریم که این کتاب مال الله باشه. بابا برای زنها در جنت چه نعمت‌های آماده شده، همین تو آماده شدی دیگه چه نعمت؟ ها؟ نه چه نعمتی بالا؟ آی بابا شوهر مومن خدا پیدا می به این خاطر اگر شوهر یک مومن باشد هزاران مومن در اختیار او میشه. ازواج مطهره این نیست که یکی ادناترین جنتی را 70 حور میده و این زنان دنیا آقا و سیده اون حورا میشه. یک مرواریدی داخلش خالی در جنت، از بالا پایین یک مروارید هست، تویش خالیه، ده ها صدها حور در گوشه و کنار او به انتظار او میشه. جنت واقعا چه ناز و نعمتیه. اللہ تعالی فرمود ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون. شغل چیه؟ هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. این شغل هست. جای دیگری شغل طوری دیگر تفسیر کرده انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. همه لذات جهت دیگه حورانه برای زنها در جنت چه نعمت آماده شده است. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. شما چه میدانید که متکئون چه لذتی دارد؟ قدر زر زرگر بداند، قدر گوهر گوهری. این چیزی که قرآن عظیم و شان میگه همه شما نمیدانید. این هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. بعضی ها تازه از خانه آمدند و بعضی ها میگن دیگه امشب باید بریم. فرار نکنید بابا هورها جلو هستند، اینا رو بیچاره عالم جلداری تا کمی اشتیاق شما را پیدا کنند بعد میرید. سبحان الله و بحمده. خب جواب شبهه دیگر، کتاب الله هست، نظیر ندارد، بله یک سری کلماتی و مفاهیمی در این کتاب هستند که واقعا انسان فکر میکند که کلام الله و این حرفات توش باشد. چیه؟ یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا یا مثل الذين اتخذوا من دونه اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. در اصل این مثال ها اونها را جگرشون سوخته بود. اینها گفتن کتاب خدا و چنین کلمات اهانت آمیز انسان را تشبیه بده به عنکبوت و معبود او را تشبیه بده به تار عنکبوت. ابو جهل تشبیه داده شد به عنکبوت و معبودهای او تشبیه داده شده به تار عنکبوت. مشرکین که میخوانند غیر از الله معبود آنها را الله تعالی گفت معبودان شما که قدرت ساخت یک مگس را بلکه پر مگس را نمیتونه خلق، کل مگس به جای خود سرش را هم نمیتونه خلق. فلان بزرگان را اهانت کردی بیادب. تو گفت این کتاب الله باشد این چنین کلمات تند، چنین مثال های کوبنده جگر کافرها را این مثال ها پاره کردن. الله آنها را تشبیه به عنکبوت و معبود آنها را تشبیه به تار عنکبوت داد. پدر آنها سوخت. کسی را به عنکبوت تشبیه بده، بوش را به عنکبوت تشبیه بده، چطور میشه؟ و بیچاره صدام خان بیخبر، صدام خان غافل، این امریکایی را این گاوه های امریکایی نمیدن این را که میزنن، بوش حمله کرد بیچاره را گرفت. مهاری داری تو، کتنی داری تو. صدای
بومی که صدم میشنه خوشحال میشه. این هست پست دنیا، ریاست دنیا. قرآن اینها را تشبیه داد، این خاطر مسوختن اعتراض کردن کلام الله باشد. الله تعالی گفت نادانهای دنیا. مثال به خاطر اینه که حقایق تبیین میشه و شما هر روز همچنین مثال ها را ایراد میکنید. هر انسان مثال ایراد میکنه برای ادای مطلبش، حتی چوپانه ها، حتی سربانه ها، حتی اون انسان هایی که توی دانشگاه های علوم تخصصی درس نمیخوانند هم بهترین مثال میدن. بهترین مثال ها را همین بیابانی ها میدن. تمام انسان ها برای ادای مطلب خودشان مثال ارائه میکنند. تو الله سبحانه و تعالی فرمود این مثال ها برای تبیین حقایق آنهایی که معرفت دارند و ضد ندارند قبول میکنند. شما که کل قرآن اعتراض میکنی، نه تنها مثالشه. ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ الله تعالی میخواست دماغ شما را آتش بزنه. یذل به کثیرا معنی تبیین. این باید چه مثال، چه اراده کرده، چه اراده کرده؟ الله تعالی میگه خرطوم تداغ میکنه، سنسموه علی الخرطوم. این بیری پرباد تو را میخواهم یک سیخی بزنم تا که بیاید پایین. خیلی باد داره تو بالا آسمان نگاه میکنه، سرت را میخواهم بیارم پایین. یذل به کثیرا معنی فهمیدی؟ ها این معنیش خیلی بینی تباد میدی. حقیقت مثال این حقیقت است و در پایان این مثال ها الله تعالی فرمود تلک الامثال نضربها للناس. این امثال برای حقایق است و جای فرمود وما یعقلها الا العالمون. آنهایی که معرفت من خدا را دارند آنها واقعا میدانند که مثال به عین موقع مثال همینه. خب مومن همینطوره یا نه؟ ها بی خاطر الله تعالی فرمود ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. به تحقیق الله تعالی لا یستحیی، استحیا گوش کنید استحیا معنایش هست تو اون حالت که وقتی برای مخلوق پیش می آید، یعنی برای انسان وقتی حیا پیش می آید دست از کار میکشه. اون یک حالتیه، حالت انقباضیه که وقتی بر انسان طاری می شود و انسان را محول می کند، انسان دست از اون کار یا از آن سخن می کشه. خدای نکرده یکی با لحیه دست دراز کنه یک جایی و کسی بگه که حیا کن، نه این ریش چیه؟ تو لحظه حیا طاری میشه، نه دست به چیزی دیگر چرا دراز کردی؟ تو لحظه حیا اون یک حالتیه که بر انسان طاری میشه و نتیجه حیا ترک اون گفتنه یا عمله، ترک میشه، نه؟ به این خاطر الله تعالی از چنان حالات پاک است. معنی لفظی اینه الله حیا نمیکنه از تبیین مثال، لیکن این معنی را نمیکنه، بلکه اینجا معنی لازمی مراده. حیا را ترک لازم است. الله تعالی ترک نمیدهد تبیین مثال. و فهمیدید یا نه؟ استحیا به معنی حیا هست. یه واردی توضیح. حیا اون حالته که وقتی بر انسان پیش می آید سبب میشه که انسان از عمل و از گفتن باز بیاد. حیا نه؟ بله. وقتی یک حیا حیایی میشه انسان نمیتونه حرف بزنه. بله. حیا نمیگذاره انسان جلوی پدر حرف بزنه، جلوی استاد حرف بزنه، جلوی بزرگ حرف بزنه. بله. حیا آمد. درست. در بچه نمیگه شرمنده میشه سرش پایین میگیره. بله. تو لحاظا الله تعالی از چنین حالات پاک هست. البته حیا را ترک عمل و ترک گفتار لازم است. پس اینجا معنای لازمی مراده. ان الله لا یستحیی معنیش نمیکنه الله تعالی حیا نمیکند از بیان مثال، بلکه معنیش میکنه که الله تعالی ترک نمیدهد تبیین مثال. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، الله تعالی ترک نمیدهد تبیین مثال را.
مثلا موصوف ما نکره به معنی شیء و تأکید برای آن موصوف صفت مبدل منه بعوضتم، این بدله اون فا عاطفه است، ما موصولیه، ما فوقها موصول باطل عطف بر بعوضه، ترکیب شکر دار اگر معنی میکنه. الله تعالی ترک نمیدهد تبیین مثال را، هر مثالی باشد، هر مثالی باشد، خواب پشه باشد، مثال پشه باشد، یا مثال آن چیزی که بالای پشه هست، بالاتر از بعوضه است در حقارت، بالاتر از بعوضه است در جسته. این فما فوقها همین معنی را میده. فوق پشه در حقارت یعنی کوچکتر از پشه، یا فوق پشه هست در جسته است، پشه بزرگتره. الله تعالی بیان این مثال ها را اصلا ترک نمیدهد. چرا؟ مثال برای اینه، حالا جوابش به اعتبار فایده. الله تعالی بیان میکنه مثال ها را، مثال ها فایده دارند. آنهایی که ایمان دارند اونها یقین میکنن که این مثال موافق محل حق، یعنی مطابق محل از جانب رب آنها. و آنهایی که کفر کردند فیقولون، پس میگویند انادان، ماذا اراد الله بهذا مثلا، چه چیزی اراده کرده الله تعالی، ماذا چه چیزی اراد الله با این مثال، بهذا مثلا رفع ابهام از هذا میکنند، از این مثال خدا چه اراده کرده؟ الله تعالی میفرماید مؤمنین میدانند که مثال مطابق و موضوع هست، مثال همینه که الله تعالی ایراد کرده. کفار همش اعتراض میکنن ماذا اراد الله بهذا، چه چیزی اراده کرده الله تعالی با این مثال کوچه، با این مثال چه اراده ای داره؟ الله تعالی حکیمانه جواب میده که یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین. حضرت اینجا یک معنی خوبی کرد، میگه که عصا به دست منه. طالب میگه استاد این عصا را چه کار میکنی؟ استاد میگه خب عصا دیگه عصاه، پرسیدن که چه کار میکنی؟ مسئله این نداره. استاد متوجه میشه که طالب عقل نداره. باز طالب سوال میکنه عصا را چه کار میکنی؟ باز طالب سوال میکنه عصا را چه کار میکنی حضرت؟ تو آخر استاد ناراحت میشه، میگه دماغ تو را با این عصا درست میکنه. این دماغ پوچی تو جا ندارد برای علم، میزنم بر سرت تا که این مغزهات باز بشن و حواست کاملا جمع میشه. دماغ تو را درست میکنم با این عصا. به اینی کفار میگه ماذا اراد الله بهذا مثلا، ماذا اراد الله بهذا مثلا. الله تعالی فرمود یذل به کثیر. الله تعالی با این مثال ها یک تعداد انادی را گمراه میکند و تعداد منیبان را هدایت میکند. این جواب حکیمانه الهی است. گمراه میکند با این مثال بسیاری را، یعنی کفار را، آنهایی که اعتراض میکنند میگوید ماذا اراد الله بهذا مثلا، آنها را خدا با این مثال گمراه میکند و هدایت میکند با این مثال بسیاری را، همانهایی که اونها میدانند مثال مطابق موقع است، بی موقع مثال زده نشده است. الله تعالی آنها را هدایت میکند و در حقیقت گمراه نمیکند با این مثال الله تعالی مگر آنهایی را که فاسقند. فاسق یعنی از حد و مرز خارج. الفاسقین من خارجین عن حدود الانسانیه، از حدود انسانیه اینها بیرونن، فقط اعتراض بلدن. صفات آنها را بیان کرد، اونهایی که از حدود انسانی بیرونن چه صفاتی دارن. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه،
علامت اول فقدان قوت ایمانی است. فاسق کسانی هستند که نقض میکنن عهدهایی را که با خدا کردن بعد از پخته کردن اون عهدها. در عالم ارواح همه ما اعتراف کردیم که الله فرمود الستو بربکم، همه گفتیم بله، اون یک عهد. باز برای یاد دهانی این عهد الله تعالی نبی نبوست. انبیاء آمدن و به ما تذکر دادن و کتاب آوردن و از ما قول و قرار گرفتن، لذا الله تعالی میگه نقض عهدهایی کردن. ینقضون عهد الله ای عهدهم الله، اون عهدی که آنها با خدا کردن. اضافت عهد به طرف الله اضافت مصدر به مفعوله. عهدی که آنها با خدا کردن اینها را نقض میکنن. بعد از اینکه پخته کرده خدا اون عهدها را به ذریعه انبیا، به ذریعه علما، به ذریعه کتابها الله تعالی اون عهد را پخته کرده. در عالم ارواح همه انسان ها گفتن بلا، الستو بربکم، همه گفتن بلا، لیکن آمدن در دنیا فراموش کردن. الله تعالی مجددا اون عهد را پخته کرد. و یقطعون ما امر الله به، و قطع میکنن، این فقدان قوت فطریه، آنچه را که دستور داده الله تعالی به آن، یعنی به وصل کردن آن. بهی مبدل منه ان یوصل بدله، صله رحمی را قطع میکنن. ارتباط بندگان با خدا قطعش میکنن. الله تعالی فرموده که شما منو بخوانید، با خواندن و ذکر و تلاوت و عبادت ارتباط با من خدا برقرار کنید. آنها این ارتباط را هم قطع میکنند. با خویشاوندان خود، با والدین خود ارتباط داشته باشید، اون ارتباط را هم قطع میکنند. بین خاطر الله سبحانه و تعالی میفرماید و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض، این سوم فقدان قوت عقلیه و فساد میکنند در زمین. ثمره فس اولئک هم الخاسرون، اینها خاسرند در دو جهان، در دو جهان ضرر میکنه. اکنون الله تعالی میگه با چه وجدانی شما این قوای دراکرا و این قوای فطریه را شما از بین بردید. دیگه الله تعالی گفت اینها فساد میکنن، فقدان قوت عقلیه و فقدان قوت فطریه. الله سبحانه و تعالی با یک آیه باز اینها را میکنه. انسان در برابر محسن، انسان عبدالاحسانه، انسان در برابر محسن خم میشه، منعم را تشکر میکنه، ضمیرش هم در برابر منعم تسلیمه، زبانش تسلیمه، دست و پایش هم تشکر میکنن. لحظه به من احسان کردی، بفرمایید عوض احسان شما ماشاءالله این کادو عوض احسان شما بازش میکنی ماشاءالله یک کفش 100,000 تومان کادو ہے دیگه. به سروران گرامی الله تعالی میگه انسان با چه وجدان زیر بار طاعت نمی روی، دعوت اعبد الله ما لکم من اله را نمی پذیری، دعوت فدع الله مخلصین را نمی پذیری، فاسجدوا لله این دعوت را نمی پذیری، مگر تو نطفه بیجان نبودی من تو را حیاتی دادم. کیف تکفرون بالله، من بحث کردم تفصیلا که کفر بالله، کفر به امر الله، وقت امر الله را کسی اطاعت نکرد او کافر بالله. ورنه ذات الله مسلمات بود، یهود نصارا مشرکین همه ذات الله را میپذیرفتند، لیکن فرمان الله را نمیپذیرفتند، اعبد الله را نمیپذیرفتند، فدع الله مخلصین له الدین را نمیپذیرفتند. الله گفته من سجده کنید، سجده نکنید. درسته یا نه؟ همین الان خود شما نگاه کنید، واقعا این مرض در میان انسان ها هست. چقدر انسان هم نماز نمید، چقدر انسان هم قرآن نمید، در حالی که الله تعالی میگه من قرآن را نازل کرده برای چی؟ ورتل القرآن ترتیلا. چقدر انسان ها روزه نمیگیرن، چقدر انسان حج نمیکنن، چقدر انسان ذکر نمیکنن،
چقدر انسان هم دست از فساد نمیکشد، نعوذ بالله دست تعدی آنها به مال و جان و ناموس همناشون همیشه برن، حق دیگران را میکشند. اینها همه جنایت است. الله سبحانه و تعالی میفرماید با چه وجدان شما فساد میکنید؟ با چه وجدان شما از فرمان خدا سرپیچی میکنید؟ از ما امر الله با چه وجدان سرپیچی؟ مگر نطفه بیجان نبودی، علکه نبودی، مضغه نبودی، عظام نشدی، فکسون العظام اللحما مگر ما نکردی؟ این حالات شکم مادر همه حالات مردگی تا زنده شده بچه، باز ما به تو زندگی دادیم در شکم مادر، بعد آوردیم تو را در زمین، هیچ چیزی نبودی، تو را پرورش دادیم تا که صاحب اقتدار شدی، بعد کشنده تو هم مایی. لحظه ای که دیگه تو هیچ یاری نداری و مشتری مگر تا دور بره تو جمع بشه، کار تو را تمام میکنیم و بهشت محمد. درسته یا نه؟ مرگ هم بعض صورت برای انسان نعمت ہے، درسته یا نه؟ بله. لیکن اعتراض نکنه که مرگ هم نعمتی، بله. اون لحظه ای که انسان بیفته خدای نکرده نخام میشه، مرگ بالاتر از میشه. الله از ذات عظیم تو پناه میگیریم، از سیل اسقا، از اون مریضی های انسان را دیگه از بین ببرد و انسان یک میتی بیش نباشد، خانواده و برگردن خانواده باشد. زن از خدمت بدش بیاید، بچه را بد بیاید، دختر را بد بیاید. خدای نکرده کسی که این کسان را ندارد که تو یہ خاطر اللہ تعالی می فرماید کہ فتکفرون با چه وجدانی شما کفر می کنید. کیف یا معنی مطلبی کرده تفسیر ابن کثیر، کیف تعبدون معه غیره، با چه اغل وجدان ضمیری شما پرستش می کنید همراه با خدا غیر خدا را، حالانکه وکنتم امواتا، بودی شما خواب، شدید نطفه، شدید خون. این همه حالات شکم مادر حالات مردگی هستند. یا فاحیاکم، جان داد به شما به نفس روح فیکم فی بطن الام، فی بطون امهاتکم، به شما جان داد، سالم شما را از این مسیر بسیار تنگنا بیرون آورد، ثم یسر سبیله، بعد شما را جانتون میگیره، این چیزها را قبول دارید. ثم یحییکم، چرا زندگی بعد از مرگ را باور ندارید؟ اموات بودید، حیات رسید، موت نعمت می آید، بین دو موت حیات قبول هست، چرا حیاتی دوم را انکار می کنی؟ حیاتی دوم چرا انکار می؟ بین دو مرد، بین دو نیستی هستی را می پذیری، هستی بعدی را چرا انکار می؟ ثم الیه ترجعون، بعد در بارگاه خدا برای حساب و کتاب ارجاع داده میشید. در قبر زندگی یک نوع زندگی می آید و در میدان محشر انفاس با اجساد جفت کرده می شود و به بارگاه خدا برای حساب و کتاب ارجاع داده میشید. این همه احسانات را من با شما کردم، نبودید، حسدتون کردم، نیستتون میکنم، لحظه گیر که شما را نمیپذیرم. سبحان الله، خدای پناه بده. موت و حیات شما در قبضه قدرت منه، چرا نافرمانی؟ باز هم الله سبحانه و تعالی تصرفات آفاقی خود را بیان میکند. اون زنده کننده و کشنده شما ذات عظیمیه که پیدا کرده برای منفعت شما آنچه را که در زمین هست با تمام آنچه. خلاص سروران گرامی، ما فی الارض را برای انتفاع ما درست کرده. ما در مار چه انتفاعی داریم؟ ما در این حشرات چه انتفاعی داریم؟ تو بله بس هزاران انتفاع ما در مار و در امثال مخلوقات الهی داریم، بعضی ها مستقیم و بعضی ها غیر مستقیم. دو نوع انتفاع داریم، یک انتفاع علمی و یک انتفاع به اصطلاح حسی. از وجود مار که نه دستی دارد و نه پایی دارد و نه پری دارد، بیچاره الله تعالی در این موجود چقدر روح گذاشت. غیر از یک دهنی که دندانش هم از سار مو باریک‌تره، دیگه هیچ چیزی. لیکن چقدر روح هست
اگر یک مار کوچک از دروازه این طرف بیاد همه اولیا به فریاد میکنن. درسته یا نه؟ خدا نکنه که مار پلاستیکی بیاری در راه کنید، مخلوق نیست، سکته می. الله تعالی انتفاع علمی و عملی الله تعالی گذاشته در مار. الله سبحانه و تعالی روب گذاشته با قدرت خودش شکم صافی با چه سرعت راه میده. فمنهم من یمشی علی بطن. تو الله سبحانه و تعالی میفرماید هو الذي خلق لكم ای لأجل انتفاعكم. دیگه هزاران منافع در وجود مار، هزاران منافع در وجود شیر، هزاران منافع در این حشرات. الله تعالی نشان داد که اگر من بخواهم دنیا را برای شما قورباغه کنم، همین کدو که سیاه را شما جلوگیری نکردید، قورباغه را کنید. دیدید که چطور الله تعالی لشکری فرستاد؟ یک شب مسجد مکی را صبح اشغال کرده بودن که جای پای نبود. الله تعالی گفت کدام بهوش بگذارید، ورنه چطور رفتن که الان یکی هم دیده نمیشه. این قدرت نمایی الله هست. الله تعالی میخواد قدرت را به شما نشان بده که من اینقدر خزانه ای دارم، اگر بخواهم سر تا سر ایران و زیر حشرات کدو میبرم، کاسه های شما را پر میکنم، باغه های شما را پر میکنم، ظرفه های شما را پر میکنم، و اگر بخواهم شما را خفه کنم از بعدی که اونها خارج میکنن خفه میشه. لیکن خدا خفه نمیکرد، ورنه اگر همونا اثر سمی میداد کارش تمام. تو پس الله سبحانه و تعالی می فرماید همه دلائل قدرت من هستند در زمین برای عبرت شما ساخته شدند که شما از بعضی ها عبرت بگیرید و کدام بهوش بگذارید. منفعت شما اگه ما از یک مخلوق به دست و پا عبرت بگیرید زیاد. اون کد را ندیدید روباه به دست و پا را دید عجب عربه، نه دست داره نه پا داره، این از کجا میخوره؟ یک تگی بود، نگاه کردید صداییه، دید بابا شیری به دنبال آهوی افتاده، به نزدیک همین روبا که رسید گرفت آهو را زد. به رفت خستگی که شروع کرد خورد آخر یک ناره زد و حرکت. بقایاش را این روبا غلطی ناماز خورد بسیرش. بعد گو وای خدا روبا همه دید در سپاده من قچه که پریشان رب گوشه مسئله، دستش سالم، پایش سالم، کمرش سالم، گوشش سالم، چشمش سالم، همه چیز کم گوشه مسئله نشسته. ایک شب نشست، شام نہ آمد، صبحانه نہ آمد، نهار نہ آمد. بعد برای شام منتظر بود، لحظه از گرسنگی خواب رفت، گرسنه خواب میره و بلا هم چمی مچ بودن. ندا آمد برو شیر در رنده باش ای دغل، مینداز خود را چرو باه شل. خبری بعد مکه برو شیر در رنده ای باش، دست داری، پا داری، چشم داری، کمر داری، مینداز خود را چرو باه شل. در بیار بخور و بده. من که به دست دادم، به پا دادم، به کمر دادم، به امکانات دادم، دیگه خود را روباه شل کردی؟ نمک بهرا؟ واقعا همین الله سبحانه و تعالی میگه چنگاری فهمید که خدا آدم بله شهکارگی لورتی به شک دهنده خدا هست، تکانی میخواد، علم خدا میدهد، لیکن باید بیایی سر دست علم تا رنج نشستن و رنج وقت سر کردن را شما تحمل نمی کنید. همین ثابت نشده که تو خانه همش میگید ربی زدنی علم، ربی زدنی علم. حتی خود پیغمبر را موظف کرد که التماس علم بکن، این تکلیف را تحمل کن، این ذکر را بخون. و دیگه فرمود که الان که علم آمد رتل القرآن ترتیلا قم اللیل الا قلیلا. ها هیچ چیزی نابردگان رنج میسر نمی شود، نابردگان رنج گنج میسر نمی شود. لحظا ما گاهی تکی می کنیم، تکی خوبی
روز آن گرفت جان برابر. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء. استوا وقتی سلش الی بید من کسده تصرفات پاکی بیان شده. الله تعالی کس کرد به طرف آسمان، به طرف ایجاد آسمان ها، به طرف ایجاد آسمان ها. فسواهن سبع سماوات، برابر خلق کردن آنها را، یعنی هفت آسمان. و دیدی ضمیر مبهمه، سبع سماوات بدنه، برابر آفرید آنها را، یعنی هفت آسمان. یا حال پس آفریدون آسمان ها را به اعتبار مانا کن زمین به طرف سما. سما مفرد ہے لیکن مانا جمع میدهد. استوائل السماء یعنی السماوات السبع فسواهن برابر آفرید آنها را، در حالی که هفت آسمان دیگر تو هستند. این کمال قدرت الله، کمال علم الله، و هو بكل شیء علیم، و نسبت به هر چیز عالم است. خلاصه بعد از یک تمهید بزرگ دعوای فدع الله را با دلائل عقلی و نقلی دو شبهه ایراد شد، تتمه دلائل بیان شد. اصلا اللہ تعالی می فرماید این احسانات با جسم شما شده، با روح شما هم احسانات کردم، لحظه باید تسلیم شد. ای انسان، تو که مسجود الملائکه بودی، تو که روز اول خلیفه معرفی، تو را چه بلایی زده که در برابر گاب و گوستان تسلیم؟ عجب انسان نادان و نمک به حرام، قوای سلاسه را از دست دادی، قوت ایمانیت از دست رفت، قوت فطریت از دست رفت، قوت عقلیت از دست رفت. چه اندازه نمک به حرام شدی؟ تو که مکرم بودی، تو روز اول معزز بودی، تو روز اول به عنوان خلیفه معرفی شدی، الان در برابر گاو چرا سجده؟ این هندوها گاوا را سجده می‌کنند. این خاطر الله سبحانه و تعالی نعمت دیگری را تذکره می فرمایند. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این از ظرف لازم الاضافت متعلق می خواهد. متعلق این چنین ظرفها را عموما سیوطی اذکر مقدر می کنه. اذکرو اذ قال ربک. لیکن مولانا حسین علی رحمه الله می فرماید لازم به تکبیر نیست. وقتی که در مابعد یا در ماقبل متعلقی متوهم بشود و امکان داشته باشد، چرا باید ما متعلق مقدر کنیم؟ اینجا یک متعلقی به ذهن بنده حکیم میاد. الله به کل شیء علیم بود اون زمانی که به فرشتگان اعلان کرد که من خلیفه میشم. ناگاهانه الله اعلان نکرد، او به کل شیء علیم بود. لحظه ای که به فرشتگان اعلان کرد انی جاعل فی الارض خلیفه، دیده دانسته اعزاز این خلیفه را به فرشتگان ابلاغ کرد که خلیفه. تو مولانا حسین علی رحمه الله می فرمایند متعلق مؤخره. قالوا اتجعلوا، هنگامی که رب تو به فرشتگان ابلاغ کرد انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا فرشتگان گفتند فرشتگان هنگامی که رب تو اعلام، کلام فرشتگان اعتراضی نبود سرور. خب اینجا اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض، به فرشتگان ابلاغ کرد. خلیفه یعنی چی؟ خلیفه در لغت میگن یخلو بعضکم بعض، کسی که جانشینی کنه. چرا این بشر را الله تعالی خلیفه گفت؟ اینها جانشین یک دیگرند. یعنی الله تعالی ابلاغ کرد که این انسان یک زمان به جا نمیاد. این بشر که من اون را خلق میکنم یک زمان توی کره خاکی نمیان. اینها یکی بعد از دیگری میان، پیشینه ها میرن، بعدی ها میان، جانشینان هم میشن. یخلق بعضکم بعضا جعلناکم خلائف الارض، و شما را جانشین زمین کردم، شما جای یک دیگر میایید. 100 سال قبل این اریکه های قدرت، این کرسی های قدرت به دست دیگران بود، همین 2 ماه قبل به دست دیگران بود. الان از آنها گرفتن استاندار دیگری و فرماندار دیگری و سپهبد دیگری و فلانی دیگری و رئیس جمهور دیگری، جانشین دیگر میشید. لحظه یک زمان دیگران بودن، آنها از دنیا رخت بستن، نوبت ما را.
شما جانشینی. این معنی خلیفه. بعد یا گفتن خلیفت الله هست. چطور الله خلیفه کسی نمیگن که جانشین کسی باشد؟ این انسان چطور میتونه خلیفه؟ بعد یا با قوت این کلمه را رد میکنه که خلیفه الله یعنی چی؟ الله تعالی که از خلیفه گرفتن پاک، چی نیازی دارد که آدم را خلیفه بکند یا فلان؟ لیکن اونها این مطلب را که غلط معنی میکنن به این خاطر نمیدارن. این انسان خلیفت الله فی الارض است به این معنی که احکام الهی را بر خودش نافذ میکنه، در تنفیذ احکام خلافت از خدا دارد. نماز، روزه، حج، زکات، این تمام صداقت، پاکی که این بر خودش اجرا میکند، این دیگه جانشین الله حکم خدا را بر خود اجرا میکند. تو همین معنی را کردن که فی تنفیذ احکام الله تعالی و هو آدم. یا مراد از خلیفه مطلق انسانه، بعضی گفته آدم مراده، بعضی میگه مطلق انسانه. به هر حال آدم اولین انسان هست و تا قیامت انسان ها جانشین یکدیگر، جانشین یکدیگر هست و جانشین الله هم به این معنی که احکام الله را بر خود نافذ کنه، دستورات الهی را بر خود اجرا کنه. الله تعالی گفته روزدار نخور، نه حکم خدا را اجرا کرده. تنها در بیابان هست، توی اتاق یخچال پر از آبهای شیرینه و انواع و اقسام نعمت هست، دست نمیزنه، حکم خدا را بر خودش اجرا میکنه. یا تو بس همین معنیش خلیفه، احکام الهی را بر خود اجرا میکنه. خب وقتی خدا این اطلاع، بعضی میگن خدا مشوره گرفت، وقتی در میخوان فضیلت مشوره را بیان کنن میگن خدا مشوره گرفت از فرشتگان. این تعبیر بسیار غلطیه. الله تعالی مشوره نگرفت، الله تعالی نگفت که شاورونی، الله تعالی اطلاعیه پخش کرد. اذ قال ربک للملائکه، از کلمات شما یاد کنون لحظه را، یا گفتن فرشتها اتجعل فیها، زمانی که الله تعالی قال گفت پروردگار انی جاعل فی الارض خلیفه، پروردگار تو گفت به فرشتگان گفت، پس اطلاعی گفت نه؟ بله. که اطلاعی به شما نداده؟ بله. ها؟ از شما مشوره گرفته یه اطلاعی حکم به شما دادن که شیخ الاسلام نماز مغرب برای صحبت و ملاقات شما در این اتاق میاد، شما باید حضور داشته باشید. درست نیست؟ بله. بعد از نماز مغرب اینجاست. همینجا گفتن، درست نیست؟ بله. تو این اطلاعیه هست یا مشوره؟ اطلاعیه را با زبان خدای عزوجل ابلاغ کرد. انی جاعل، اذ قال ربک للملائکه، این فرشتگان اطلاعیه. فرشتگان موانع برای این خلیفه بیان کرد. قالوا گفتن تجلو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ربا پیدا میکنی در همین زمین، ما را به زمین پیدا کرد، پدر ما را برای امتحان به جنت بود، ما را برای امتحان به زمین گذاشته، آسایشگاه ما جنت. اونجا آدم برد، از اون آسایشگاه امتحان اونجا گرفت. اکنون اللہ تعالی گفت که محل امتحان زمین ہے، اونجا دیگه هر وقتی که رفت امتحان نمیگیره. اول از آدم برد اونجا. عجیب. سبحان الله و بحمده. فرشتگان اظهار کردند که آیا شما خلق میکنید کسانی را که فساد کنند در این زمین و خون بریزند؟ یسفک الدماء، بزرگترین شعبه فساد خون بریزند. هزاران گناه و جرم و جنایت بعد از خونریزی به راه میفته، غیبت، تهمت، بغض، عداوت. تو لحاظ شعبه بزرگ فساد در زمین که فقدان قوت عقلیه هست، لحاظ خونریزی. فرشتگان این معروض را به بارگاه خدا فوراً سوال میکنه نظری که فرشتگان آدمی را که ندیده اند و از عمل کرده او خبر ندارن، از کجا دانستن که این خلیفه فساد میکنه و بزرگترین شعبه فساد ثبت میکنه؟ اگر فرشتگان غیب میدن، از کجا دانست؟ الله تعالی فقط گفته بود خلیفه ای خلق، لیکن از ماجرای خلیفه سالهایی شده بود که اینها فساد میکنه.
لہذا موانع را چون چیزی که خدا را پسند نیست فساد ان الله لا يحب فساد خدا دوست نداره و بزرگترین شعبه فساد تخریب ابدان. سروران گرامی انسان را فرشتگان قیاس به جنها کرد. قبل از انسان ها این جنها فساد کردند و کمریزی کردند، یک دیگر را قتل کردند. اینها قیاس کردند یک مخلوق را به مخلوق دیگر. چرا الله تعالی فرمود اون خلیفه در زمینه؟ خب فرشتگان محل و اصلی ماوا و ملجاشون آسمانه. اون خلیفه میخوره مینوشه ازدواج میکنه، پس لازمش فساد هم هست. این شهوت که وقت درجه حیوانیت را بگیره فساد. لحظه این قیاس کردن یک مخلوق را به مخلوق دیگر. موانع ذکر کردن، فساد اعتقادی، فساد اخلاقی، فساد عملی. لیکن شعبه فساد عملی یسفک الدماء. اول بعد اعتقادی یعنی شرک. کلام فرشته ها اعتراض نیست بلکه اظهار خدمت است. یعنی فرشتگان اعتراض نکردن که شما مغرب. این استفهام انکاری نیست اتجلو فیها، این استفهام طلبی از حکمت است. و موانع اتجلو فیها این انکار نیست، فرشتگان انکار نمی کنند بلکه فرشتگان اظهار خدمت می کنند که این خلیفه این موانع را دارد و شما چیزی که محبوب دارید تسبیح و تحمید است، ما برای تسبیح و تحمید آماده ایم. نحن نسبح بحمدک و نقدس. اظهار خدمت. اگر عبادت مقصوده، اگر تسبیح و پاکی مقصوده که پاکی تو را از تمام ما لا یلیک بشأنک بیان کنه، نحن نطهرک من الشرک که بزرگترین فساد شرک است. و حمد و ستایش تو را و لباس حمد تو به تن ما. نحن نسبح بحمدک متعلق متلبسین بحمدک، در حالی که ما لباس حمد تو را به تن یعنی به حمد و ستایش تو مشغول و نقدس لک و بدون گناه برای توی مقدس میمانی، یعنی پاک از گناه و فساد برای تو میشه. این چیزهایی که تو محبوب داری برای این خدمت هم آماده و این خلیفه این موانع را هم دارد. اتجلو فیها استفهام طلبی از حکمت. الله تعالی حکمت جواب حاکمانه و جواب حکیمانه هم الله تعالی داد. اول جواب اجمالی حاکمانه داد، فرمود در جواب این موانعی که فرشتگان ذکر کرده انی اعلم ما لا تعلمون، من الله میدانم آنچه را شما نمیدانید. یعنی اتجلو انکار نیست، اظهار خدمت موانع هم ذکر کرد. بی خاطر الله تعالی به فرشتگان نگفت که شما چه حق اعتراض کردید، اونا اعتراض نکرد. استفهام طلبیه، یعنی حکمت میخواهند بدن مصلحت خلیفه را با وجود این موانع فساد و سفک دماء، حکمت و فلسفه را از الله سبحانه و تعالی دریافت. لیکن با ذکر موانع آیا شما خلق میکنید تحت چه مصالحی؟ کسی را که یسفک الدماء و یفسد فی الارض، چیزی که شما پسند ندارید سبب مقت و غضب شما میشه، سر این خلق چرا میآفرید؟ تسبیح و تحمید و تقدس را شما دوست داری، ما برای خدمت که آماده ایم، از ما کوتاهی نشده نمیشه. الله تعالی حکمتی را که در ضمن بیان موانع فرشتگان جویا شدن، الله تعالی اول اجمالا جواب داد، فرمود انی عالم ما لا تعلم، من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. چه چیز میدانم؟ اون مصالح و حکمی را که شما فرشتگان اون مصالح و حکم را نمیدانند. این جواب اجمالی حاکمانه. مصالح و حکم این بشر و خلیفه را من میدانم، شما نمیدانید. بله اگر اینها فساد انجام میدن، یک سری منافی هم انجام میدن. این کوه را من برای چه آفریدم؟ باید این سنگ ها را بیار استفاده کنن، باید از این امکاناتی که من آفریدم اینها استفاده کنن. شما که هیچی از این مخلوق من نمیتونی استفاده کنن. من میخواهم قدرت خود را به نمایش بگذارم، آنها را گرسنه و تشنه نگه دارم، ولی حضر ببینم که در گرسنگی من اطاعت میکنه یا در سیری.
در هر حال من اینها را توی امتحان میگذارم. لحظه اون مسائل راجحه بر مفاسد بشر را من الله میدارم، شما نمیدارم. اکنون الله تعالی جواب تفصیلی و حکیمانه را میده، کمالات علمی آدم را به نمایش میده. این کمالات علمی آدم و نسل آدم مقتضی ایجاد آدم. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. ذکر از اسماء مراد اسماء مسمیات. نعمت الله اسم مسمیات مسماش مرد درست یاد داره. ها الله نظری اسم و مسماش کیه؟ این حضرته که جلوی بالش درسته یا نه؟ بله. الله تعالی تعلیم داد به آدم اسمای همه مسمیات را و باز این مسمیات را عرضه کرد در فرشتگان و فرمود که از نام و حکمت اینها به من خبر بده. حکمت این چیه؟ حکمت شیشه چیه؟ که از این طرف بیون طرف بدون هیچ حائلی ما میدیم. این همه کمالات علمی را الله تعالی به آدم تعلیم داد و بعد فرشتگان گفت عرضشون کردیم مسمیات را بر فرشتگان که خبر بدهید من را از اسما یعنی خواص و تأثیرات زی اسما به من خبر بدهید ان کنتم صادقین. اگر شما در ایراد موانع و شبهه راستی، شما برای ایجاد بشر دو مانع ذکر کردید و لحاظا شما خبر بدهید از این نام و تأثیرات و خصوصیات این مسمیات. این چه تأثیری دارد؟ این چه تأثیری دارد؟ آب چه تأثیری دارد؟ نام چه تأثیری دارد؟ از خواصشون و از نامشون من خبر. تو فرشتگان جواب دادن سبحانك تو پاک لا علم لنا. و فرشتگان علم را کاملا از خود نفی کردن یا نه؟ اصلا علم نداری. لا نفی جنسه الا ما علمتنا، مگر آن علمی که شما ما را تعلیم داده. چرا انک انت العلیم الحکیم، تو علیمی لحظا به من مقداری علم دادی، تو حکیمی هر اندازه حکمت تو تقاضا کرد. ما اصلا نام این چیزها را نمیدانیم. غاشق چیه، چنگال چیه، آبخوری چیه، یک بر مصرف چیه، ضبط چیه، لوحه چیه، لوحار چیه، اینا را ما نمیدانیم. اینجا یک اشکال بسیار بزرگیه. یک شاگرد را همه سوالات امتحانش بدیم و لازم به مسابقه بیاریم تو سالن امتحانی که انصاف آدم همه اسما را تعلیم داد و فرشتگان را نداد و آمد برای مسابقه تو سالن امتحانی. این هیچ انصافی نیست. سروران گرامی، جواب فرشتگان لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اظهار بی علمی. این سوال را سروران گرامی جوابش سهل سوال. تعلیم تشریعی نبود، تعلیم فطری بود. این همه علوم بشری که امروز بشر بر آن دست یافته و قبلا بشر بر آن دست یافته، از علوم صنعتی گرفته و کشاورزی و دامداری و دیگر علوم بر آن سلطه دارد، این تمام علوم را در فطرت آدم خدا. تعلیم فطری بود، تعلیم تشریعی به عینه مثلینه که یک طالب بسیار ذهینه با یک مرتبه درس میگیره و لحاظا دیگه طالب ها بیچاره ها متوسطن یا ادنان دیگه سر امتحان برابر سال میدن یا نمید. اون طالب ها که اون طالب ذهین را میتونه اعتراض کنه خدا در فطرت اون ذهانت را و در را گیره داده، لحاظا جایزه هم میگیره، کم هم میخانه، هیچی نمیخانه، سر امتحان همه سوالات رو میتونه. قوت حافظش عظیمه و لحاظا این تعلیم فطریه. خدا به قوت حافظه داده، قوت درک داده، قوت هاش را بالا برده. در این کسی اعتراض میکنه؟ در تمام دنیا و دانشگاه ها بر طلبه ها و شاگردان ذهین و فهیم و درا کسی اعتراض میکنه؟ این بابا اون ذهینی بوده این خاطر شاگرد باشه، کسی میتونه اعتراض کنه؟ در فطرت آدم این تعلیم بود، در سرشت آدم این بدیعت بود. تعلیم تشریعی نبود، فطری بود. همانطوری که چرتک را الله تعالی تعلیم فطری داده.
داده یا نه؟ در دانشگاهی درس خانده که در میان این خارها آشیانه بیتی زیبایی بسازه؟ چی تعلیمش کرد؟ این زنبور اصل در کدوم دانشگاه درس خانده؟ کندویی به چه طرز دیبا درست می کند و چه مسدسی خانه می سازه که تمام دانشمندان دنیا را مبهوت کرده و گذاشته. تعلیم زنبور اصل فطریه یا تشریعیه؟ خب تعلیمات آدم تعلیمات فطری بودن، تعلیمات تشریعی این همه علوم بشر فطر خدا به آدم تنها داده. در فطرت آدم علوم بشری را گذاشته. این علومی که امروز ما نام و تعبیرش نمی‌دانیم در طول تاریخ بشر داشته و در آتی هم دارد حضرت آدم، بشر داشته و در آتی هم دارد حضرت آدم، تنها این همه علوم دیگه از قاشق و چنگالش کن هست. این خاطر تعلیم فطری بوده، لحاظا تعلیم تشریعی نبوده و فرشتگان هم به همین خاطر ساکت ماندن. قال یا آدم، مثل اون شاگردی که در برابر شاگرد ذهین اعتراض دارد، هرگز اعتراض نمیکنه، این ذهینه، این درس نمیخوانه نمبر اول میاره. خب خدا نوشته من چیکار کنم؟ تو زحمت میکشی. ذهانت فطریه یا تعلیمیه؟ فطریه. یک طالب را گیرندگی حافظه، قوت حافظش، قوت درکش زیاده، همیشه شاگرد اول میشه. حالا که بیچاره که اینقدر نیست سر کلاس برابر میشه. تو حضرت آدم در فطرتش این تعلیم، تشریع فرشته یا الله او را تعلیم نداد. همه علوم بشری در فطرت آدم و این علوم بشری در فطرت بشره. خدا نبی فرستاده تو ساختمان بسازه، این فطریه. تمام علومی که امروز بشر بر آن دستیاب میده این علوم فطریه، بشر فکر میکنه میسازه. الله تعالی در فطرت آدم تمام این علوم را گذاشته و امروز همه علومی که بشر فکر میکند این اثر علم بشر هست یا نه؟ این برای نبی فرستاده شده، توی حدیث هست، توی قرآن هست. خب این علوم فطریه، این خاطر الله تعالی نبی نفرستاده. این همه علومی که امروز بنی آدم دارد خدا تنها در فطرت آدم گذاشته. هواپیما میتونست بسازه، آدم استفاده کشاورزی دامداری، جبرئیل بلد کشاورزی، درختکاری، زمین را سوق کنه، دامها را پرورش بده. اینا در فطرت آدم خدا گذاشته بود. همینطوری که امروز در فطرت آدم این همه علوم هست. درسته یا نه؟ تو این خاطر فرشتگان نتونستن از این علوم بشری چیزی در فطرت آنها خدا نگذاشته بود. الله تعالی میخواهد بگه که در فطرت اینا اگر این آدم خلق کرد و فرشتگان را ساکت در یک دانشگاه آدم تعلیم داد. فرمان و اذا صویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. درسته یا نه؟ فوری. این خاطر به فرشتگان اللہ تعالی آدم گویا آدم انبئهم خبر کن اینها را از اسماء مسمیات. پس وقتی که آدم از تمام حکمتها شروع کرد خبر کرد فرشتگان را از اسماء مسمیات. الله تعالی اکنون گفت ببینید من گفتن حکمتهای من میدانم شما نمیدانید. این همه کمالات را من به آدم عنایت کردم به شما نکردم. درسته مفاسد دارد لیکن همه منافع بشر داره. امروز بشر کم از مخلوقات خدا استفاده میکنه یا زیاد استفاده میکنه. تو فرشتگان از این مخلوقات الهی میتونستن استفاده کنن. الله تعالی میگه اگر این زمین با این همه نعمتها من این انسان را نمیساختم رایگان بود ابد. لحظه این انسان بیاد در این آزمایشگاه بخوره بنوشه امتحان این خاطر الله فرمود الم اقل لكم آیا من قبل از این مگر اجمالا به شما نگفته انی عالم ما لا تعلمون انی عالم غیب السماوات والارض. اون چیزی که از شما در آسمان ها و زمین مخفی من میدانم، یعنی اون کمالات آدم که درون آدم من گذاشته بودم اون حکمت ها مصلحت ها را من میدانم شما نمیدانم و من میدانم آنچه شما ظاهر کرده آنچه شما کتمان کرده. چی چیزی ظاهر کردن تجربی همه یفتدی، چی چیزی را کتمان کردن. این وقتی چی چیزی را کتمان کرده ابلیس
تکبر را کتمان کرد، تشنه نکرد. الله تعالی میگن که شما ظاهر کردی پرستگان و آن غروری که ابلیس درونش مخفی کرد اونم من هم میدانم. ابلیس وقتی سجده نکرد الله تعالی پر علم اقل چرا سجده نکرد؟ تو از ما تکتمون مثال کبر و غرور ابلیس مراد. این یک توجیه. یک توجیه دیگر ما تکتمون اینه که فرشتگان در دل خود این خیال را می‌پرورانند که لن یخلق ربنا خلقا اکرم منه. هرگز الله مخلوقی خلق نخواهد کرد که اکرم مننا بشه. اکنون ثابت شد که مسجود اکرم ساده قائم کرد. درسته یا؟ این خاطر الله سبحانه و تعالی فرمود یا مراد تمام کمالات علمی الهی مقصد چیزی مقصود نیست. یعنی الله تعالی فرمود حکمت را من میدانم، شما هم که شما ظاهر کردی هم من میدانم که شما مخفی دارید هم میدانم. الله کمال علمی خود را بیان کرد. مقصود یک چیز مخصوصی نیست. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.